یک طالب علم بود، بسیار در خواندن کتاب ذوق داشت. روزها کتاب می‌خواند، اما شبها وقتی که تاریک میشد خواندن نمیتوانست. در آن زمانها برق نبود. بسیار افسوس میکشید که اگر امکان روشنایی میشد شبها هم مطالعه میکردم. خیلی اندیشید. در فکرش آمد که یک هندو دکان دارد. همان اگر نزد دکانش یک چراغ بماند برای من امکان خوب پیدا می شود. بنابراین رفت همراه این دکاندار ملاقات کرد و گفت تو یک دکانی خیلی بزرگ داری، درونش مال و اموال بسیار است. احتمال است که دزدها در آیند و غارت کنند دکانت را. برای همین من فکر کردم که اگر تو یک چراغ نصب کنی نزد دکانت، من نزد چراغ نشسته کتاب میخوانم و دکان شما را محافظت میکنم رایگان. هندو درخواست این طالب علم را قبول کرد. طالب علم بسیار خوشحال شد که اکنون میتوانم شبها کتاب خوانم. هر روز بعد از نماز خفتن رفته در نزد دکان این شخص می نشست، کتاب می خواند. همین طور یک سال دوام کرد. بعد از یک سال این هندو حساب و کتاب کرد دکانش را و احساس کرد که همین چراغی که نزد دکانش در استفاده این طالب علم گذاشته است خیلی خرجات زیادی را در بر گرفته است. در یک سال احتمال کمتر است که دزد داخل شود در دکان. بنابراین تصمیم گرفت که من دیگر چراغ را روشن نمی کنم. فریاد کرد طالب علم را و گفت خرجات من امسال بسیار شده است از روی این چراغ. بنابراین من شبها دیگر چراغ را روشن نمی کنم. اکنون این طالب علم باز در غم مبتلا شد و شروع کرد به گریه کردن. این قدر گریه کرد که خسته شد و خوابش برد. در خواب زیارت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای این طالب علم میسر شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید این طالب علم را تو برای چی گریه میکردی؟ طالب علم گفت ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، شبها میخواهم کتاب خوانم، امکان روشنایی ندارم، برای همین گریستم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این طالب علم گفت برو نزد پادشاه وقت سلطان محمود غزنوی، بگو که برای تو روشنی فراهم کند. طالب علم گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، من او را میرسانم حتما، اما آن چطور مرا قبول میکند که این سخن را من از طرف شما میگویم؟ او مرا باور نمیکند. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند این طور باشد تو محمود غزنوی را بگو که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند شما هر شب 5000 مرتبه درود شریف را می خواندید و این تحفه را به من می رسانیدند، اما چند روز می شود که همین کار را انجام نمی دهید. اگر همین سخنان من حق باشند شما مرا باور کنید که من این پیغام را از جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما می رسانم. این طالب علم رفت محمود غزنوی را رسانید و گفت چراغ روشن کن برای من. سلطان محمود غزنوی گفت من برای چی چراغ روشن کنم؟ این شخص گفت شما را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم کردند. سلطان محمود غزنوی گفت من چطور یقین کنم که این پیغام از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ طالب علم گفت شما هر شب
درود شریف را 5000 بار می خواندید. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که چند روز است که همین تحفه برای من نمی آید. در حال از چشمان محمود غزنوی اشک جاری شد و گفت این عملی من سیری بود که حتی زنم نمی دانست. بنابراین اگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این را گفته باشد درست گفته است و برای این طالب علم شرایط را مهیا کرد. برادران عزیز، میخواهم یادرس کنم شما را که ببینید طالب علم چقدر قدر و منزلت دارد نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. و دیگر این که بیایید ما و شما هم برای خود وظیفه کنیم و هر شب درود شریف را بخوانیم تا اینکه از جانب ما هم تحفه برای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسانند فرشته ها. برادران عزیز، این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.